میتونست بیاد. هم روشنه دیگه میریم واسه وقت. هفته پیش از رشت پا شدم اومدم تهران، یه تیکه کاغذ بوده انداختم دور پرت کردم رفته. من موقعی از اون اتوبوس میشینم اونو پرت میکنم میره. میگم اون آشغالیه. صدای منو میشنوین؟ ما داریم اینجا ضبط میکنیم. میدونم چون ورودیای ما هم اون سال داستان داشتن. آره ورود قوی. نباید بخوری که خوشمزه با حالا خوشمزه اوکیه؟ پاداش باشه به نظرم به جای مجازات. میخوایی سوال خودتون که درست جواب نکنید. یاد میگیری ولی برای مکالمه استفاده نمی‌کنی. چشم خوشمزه بود. خیلی دیگه آمده. خوش گذشت. خیلی. این همه به چاکرز گیر داریم خوشمزه بود. این چاکرز خدا جایی که توقع نداشتیم هوایی خوشمزه. خب سلام میکنم. اومدیم با قسمت 5 صفحه چند بود. اگه بچه‌ها موبایلشون بذارن کنار خودتون رو معرفی کنین بعد قسمت رو هم شروع کنیم. از هر جای شروع کنیم. من امینم. فامیل نیاز نه هیچ. امینم رشته زبان ادبیات انگلیسی ترم 7. خیلی هم عالی. ممنونم که اینجایی امروز. امین من تو راه دیدم، یعنی داشتیم میومدیم برای ضبط. قسمت آره من 10 دقیقه قبل امین یهو دیدم گفتم امین بیا بریم یه دونه ضبط کنیم و الان پیش ما. خوشحالم که اینجایی. من بهارم ترم 2 ادبیات فارسی رو داریم تموم می‌کنیم. خیلی کش پیدا کردیم ترم داریم وارد ترم 3 میشیم. خوشحالم که اینجایی. من دورسال هستم در شروع ورود به ترم 3 ادبیات فارسی. در شروع منم ورود نرگس زبان ادبیات فارسی ترم 2 دارم میرم ترم 3. خیلی عالی. من و کیانا هم تو قسمت قبلی دیدیم، لازم به معرفی نیست. آره آشنایی دارن با من. یا این هفته اینی که بودیم این بغلمون دارن بچه‌ها برنامه میکنن واسه همین اگه صدا میاد دیگه کارش نمیتونیم بکنیم، همینه که هست. میتونم صدای ویدیو رو قطع کنم، موسیقی مثلا ما همینجوری ادا بگیریم فقط. یه موزیک بی کلام بذار ما رو گیر نگیس خدا. اون مشکل رو حلش کردیم. درسته می‌خواستی خاطره بعد برامون بگه؟ من معروفم به دیر کردن. خب ترم پیش اولین امتحانم رو سر 5 دقیقه راه ندادن برم و حجام رفتم راه ندادم خلاصه. بعد این ترمم امتحان اول جا موندم. بعد الان دیگه سوجم. امتحان اول رو نمیری؟ آره دیگه. مثلا چیزی داره شما هفته اول رو نمیرن امتحان اول رو نمیرن. خیلی گنگه ها، خیلی ادعا داریم. من کلا امتحان اول رو نمیرم. جان خیلی اینطوریه که مثلا یه سوال ببخش خاطره بعدتون حول درسا میچرخه؟ آره اینو من یادم اومد حول درسا. خیلی بچه آرومیه واقعا. نمیدونم چرا سر این همش اتفاقات درسا برای اینکه می‌خواست مثلا حالا بیشتر بهمون خوش بگذره تو گروه و اینا همیشه داشت فیلم میگرفت از بچه‌ها و گیفای فان درست می‌کرد از بچه‌ها. از همین خودمون مثلا تو کلاسیم و یه جوری یه متنایی زیرشون می‌نوشت مثلا فکر کردی بابا نگیر ای بابا چطور ممکنه اون اصلا تصویر یه چیز دیگه بود تو آخه چه مغزی داری و خیلی این قشنگ بود. دقیق مچ می‌شدن. اصلا خیلی خوب بود. من الان تو گوشیم نمونه‌اشو دارم. بعد اگه خواستی می‌تونی بدی چند تاشو اونجا بذاری. تصویر بچه‌ها ببین. بگیر که اومد خوشگله پسر. وایسا چایی دم کردم. بعد دیگه هیچی ولی قرار ما این بود که فقط توی گروه خودمون بچرخه تا اینکه یه روزی دیدیم گیف یکی از بچه‌ها از یه رشته دیگه اومد دستمون مثلا یه ذره منشوری بود. دیگه کلاً پخش شد. آره یه کوچولو سر بسته منشوری بود. مثلا دو تا از پسرای کلاس شما هم صحبت می‌کردن 2000 years later. همین چی؟ خاطره بد آنچنانی ندارم. خاطره داشتیم مثلا استاد بوده با ما میگفت که آره خیلی درست خوبه فلان بعد دیگه مثلا نمره به 10. مثلا خاطره اینجوری داشتیم. طبیعیه. ولی آره میگم طبیعیه. فضایی رو می‌خواستم بگم جک و اینا. من خودم خانواده‌ام تهران بودن
نگرانی داشتیم دیگه. خیلی واقعا موردی بود که برای همه فکر کنم خیلی غیر منتظره بود، همه چی رو ریخت به هم همزمان و امیدواریم که دوباره پیش نیاد. ولی تنها هیجان تابستون بود. تو فکر کنم خوشحالی دلت میخواد پیش بیاد نه؟ بهاره اینجا که خوش گذشت. فامیلامون از تهران اومده بودن پیشمون، بعد اون 12 روز جنگ برای ما عین مثلا 13 روز عید شده بود. همه فامیل دور هم جمع. بعد گفتن تو شهر هم رفتیم دیگه، ما این میرفتیم مثلا طبیعت جنگل کنار رو. دانشمندم مثل که نداشتن. ما گفتیم آقا امشب بریم نه جنگ فردا بریم. گفتم مهرآباد رو زدن با بغلشون تو ترمینال غرب دیگه. حالا میریم یه نه دستشون در ما رو میزنن. خب من عاقلانه بود تو شرایط سفر نه. بعد من امتحان اندیشه اسلامی داشتم. خب نه به بچه گفتم خب بهم گفته که خب چرا نمیه ماشین نیست. گفتم بازارسیا رو افتاده بلیط اتوبوس 4 تومنه. بلیط اتوبوس 400 تومانی شده 4 تومن. گفتم خب نمیتونم الان بیام. نیست واقعا نیست چیزی. گفتش خب پس باید ثابت کنی که الان اونجایی. گفتم من الان برم استشهاد ملی جمع کنم. من برم استشهاد ملی ثابت گفتش که بلیط زمانی که تو برگشت خونه رو نداری. تو هفته پیش از رشت پا شدم اومدم تهران، یه تیکه کاغذ بوده انداختم دو پرت یادم رفته. من موقعی از اون اتوبوس میشینم اونو پرت میکنم میره. میگم آشغالی بغلم. جالب. من برم اونم کجا برات پیدا کنم. میگم نه باید بری ثابت کنی که چی الان تهران بودی. آره لایو لوکیشن نمیتونی. آره مثلا من با موشکا مثلا ویدیو مسیج بگیرم. بفرمایید. سلام. منو میشه گفتم منو حالا که داریم درباره ترندهای اخیر صحبت میکنیم، درباره توهینی که اخیراً به فردوسی شدن فکر کنم همتون شنیدین و به عنوان بچه ادبیات احساس میکنم شماها باید توی این پلتفرم صحبت کنید. خیلی چرا شرم نیابتی میشه تو صحبت همچین هموطنی داریم. درسته؟ هموطن بدون اینکه حتی بوی از ادبیات فارسی برده باشه اومده و اظهار نظر میکنه راجع به فردوسی. یعنی اصلا از همینجا دیگه کنسله. من خودم تخصصی در این حوزه ندارم، ولی اگر واقعا میتونید توی این پلتفرم درباره فردوسی، درباره اینکه چقدر اهمیت داره برای ما و چقدر زشته که یک هموطن بیاد یک همچین حرفایی درباره فردوسی یا همون شناسنامه ملی ایران که شاهنامه است بزنه، واقعا خوب نیست. اگر میخواید درباره یک همچین پلتفرمی هست شما میتونید صحبت بکنید به عنوان بچه ادبیات، به نظر من خیلی ارزشمنده. یه چیز کوتاه بگم حالا اهمیت فردوسی رو بچه‌هایی که خواستم بگم. اول در مورد این موضوعی که گفتی، مسئله اینه که افرادی که میتونن نظر بدن افراد دانا نیستن، اونایی که داناان جایگاهی ندارن که حرف بزنن. همینطور. مسئله اینه که افرادی که میتونن نظر بدن افراد دانا نیستن، اونایی که داناان جایگاهی ندارن که حرف بزنن. همینطور. چه شد آن سپیدی گردون سپهر؟ کجا رفت آن نور و گرمی و مهر؟ چه شد کآسمان این چنین شد سیاه؟ نوازش ندارد نسیم پگاه. چه شد آن سرافراز چرمی درفش؟ کجا رفت آن طوس زرین کفش؟ چه شد بیژن و گیو و گودرز پیر؟ کجا رفت رستم یل شیرگیر؟ چه شد تور دستان سنانش چه شد؟ کجا رفت آرش کمانش چه شد؟ چرا خفته ای شاعر پیر طوس؟ به پاخیز و برخم به آوای کوس. بسی رنج بردم در این سازی، عجم زنده کردم بدین پارسی. در مورد فردوسی من خودم خیلی ادبیات دوست داشتم ولی هیچ وقت با شاهنامه ارتباط نمی‌گرفتم. تا قبل از این ترم که امتحان قبلیمون اتفاقا شاهنامه فردوسی بود. یعنی درس شاهنامه داریم؟ درس شاهنامه داریم. چند واحد؟ 2 واحد فکر کنم.
چقدر جذاب. کاش میتونم شنبه خدا رو شکر یه جایی اینو گذاشتن، یعنی حالا نه اینکه مثل تاجیکستان بیان به همه شاهنامه بدن، حالا اون کارو نکردن، ولی حداقل این تو رشته‌ای که باید خیلی خوبه 2 واحد حداقل. آره و خیلی هم استاد خیلی خوبی ما داشتیم، استاد چراغی. واقعا من فکر نمی‌کردم اصلا بتونم با شاهنامه ارتباط بگیرم. کلا یه لحن ماسی که داد، مثلا من که یه ذره ادبیات ملایم‌تر دوست داشتم همینطوری، ولی انقدری من بعد امتحان مثلا اینطوری بودم که وای برم پیشم مثلا داستان‌های دیگه فردوسی رو بخونم، چقدر مثلا حرفای گفتن، چقدر این آدم مثلا داستان سرای خفنی بوده. مثلا ما توی شعرها می‌دیدیم میاد یه تیکه از شعر رو میخواد نشون بده، انگار مثلا دوربین رو گرفته یه لحظه زوم میکنه، بعد میاد از این زاویه، بعد میاد از این زاویه، یعنی این مدلی شعر میگه و خب خیلی خفن بود. من بعد از اینکه یه کوچولو خوندم شاهنامه رو و استادم انقدر خوب بود که برامون قشنگ توضیح داد، واقعا ارتباط گرفتم و ارزش داره. قطعاً ارزش داره. این شناسنامه ملی ایرانه شاهنامه. شما شروع کن دیگه درست. یه قوی همین. خب کارو در بیارید. یه سری اومدن گفتن این جنبه طنز داره فلان. ببینید طنز، من این ترم طنز پاس ایشالله که بکنم. می‌دونم که پاس. معلوم نیست ایشالله. ببینید طنز ذاتش اینه که با انتقاد سازنده همراه باشه. اولا اینکه چه انتقادی اصلا به فردوسی وارده. تو کی هستی که حالا بخوایم اینقدر اسطوره نکنیم فردوسی رو که اسطوره هست، میگیم که آیا شخص درستی انتقاد کرده؟ خیر، هم میدونن این قضیه رو. و اینکه اصلا شخص درست اومدن نداره، اصلا شخصی نه. گفتی طنز نویسی خوندی. آره دیگه طنز نویسی هم انتقاد سازنده نداشتن ایشون و اصلا انتقاد نبود، نه طنز بود نه انتقاد بود، فقط یه چیز بیخودی بود، اراجیبی بود که به قولی میخواست خنده بگیره از مردم که بدتر عصبیشون کرد و خودشون که مردم هم واکنش خوبی نشون دادن نسبت به این قضیه. باید هم همینطوری میشه. ما برای همین آروم نشستیم اینجا یعنی دیگه. ارزشاشون رو مردم بهش اهمیت میدادن، این خیلی مهمه. یعنی اون خانم به نوعی به تمسخر گرفت، بعد تازه هیچی، بعد تازه عذرخواهی هم نکرد. یعنی بعد گفت که من به مقدسات احترام نمیذارم. یه هم میدونن چی گفته. میدونستین اینا رو. قرار بود این تیکه ها پخش نشه. چون ربطی به پخش شدن یا نشدن داره. تو نباید میگفتی اصلا. حتی مثلا توی خلوت خودت هم خلوت خودت اصلا نباید بهش فکر کنی. بعد گفتن به مقدسات احترام نمیذارم. خب عربی صحبت کن، چون فارسی توییت میزنی. میدونی؟ متوجه؟ سارین کرسی که داره بخوره. از فارسی استفاده نکن. وای 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 وای، من آرومم، لا اله الا الله. هر تو گور پدر اقبال. خب بچه بخش دوممون این که اگه بخواین یک نکته ورودی جدیدی که اینتر میخوان بیان و رشته شما رو بخونن بگین چیه؟ اینو قبلا هم اشاره کردم یه بار. اینکه ترم 1 و 2 بر اساس ترم 1 و 2 ادبیات انگلیسی اصلا نباید وارد کرد. یعنی ممکنه بیان مثلا خب ادبیاتش کجاست؟ خب ترم 3 که برسن کم کم شروع میشه و اینکه خواهشاً چی رو حفظ نکنن. یعنی ما گفتیم میشه تعریف کرد. آره حتما. ما یه استادی از 2 ترم پیش اضافه شد. اون موقع دانشجوی دکترا بودن، اون دکتراش من گرفتم. اسم استاد خداجو. یه سلام به استاد کنیم. سلام استاد. واقعا جالب. دمتون گرم. بعد اینکه آره اینکه سعی کنن همه با علاقه یاد بگیرن. اگه دیدین ذره علاقه ندارین تغییر رشته نخونین واقعا. آره همون ترم 1 و 2 که شما پاس کنید این تطبیق میخوره به رشته‌های مترجمی آموزش میتونید توی مترجمی. اگه حسی از ذره علاقه چون عذاب میکشن. خیلی سخته میدونم. خیلی سخته. مثلا یه سری متون خاصی داریم آره. که نمیشه از روش خوند. بله مثلا متون شکسپیر خود شکسپیر خوبه. اینجوریه که یه سری کلمات میبینی که اصلا انگار انگلیسی نیست. نه کجا اصلا پیدا کردی؟ میدونم متونتون خیلی سخته. آره یعنی اصلا اینجوریه که تو انگلیسی رو اگه بری به یه تاریخی به بعد مثلا قرن 13ام 14ام به قبل بری دیگه فرق میکنه. اصلا نمیفهمی. من یه چیزی واسه پاس کنم بچه ادبیات. اتفاقا یکی از پست‌های رشته ادبیات همینه که ما میتونیم متنایی که واسه چندین قرن قبل هست رو بفهمیم. درست. اینم مدیون فردوسی هستیم فقط. آره. به حقیقت. دقیقاً اشاره کنم. فردوسی.
آره چون خیلیه، حالا مثلا درسته یه سری واژه ها تغییر میکنن ولی اینکه تو بتونی مثلا حرفای چند قرن قبل رو این اصلا به راحتی به راحتی، یا مثلا شاید نیاز باشه مثلا یه سری نکته ها فقط درموش یاد بگیری. این خیلی افتخاره. چون موضوع ادبیاته. دقت کردیم توی نسل ما بدون اینکه زبانهای دیگرشون تقویت شه زبان فارسیشون داره ضعیف میشه. یعنی مثلا بچه‌ها زبان دیگه‌ای نمیخونن و نمیتونم بگم مثلا طرف داره فرانسوی میخونه حرفه‌ای یا فارسی مثلا انگلیسی میخونه ولی فارسیشون داره ضعیف میشه. معادل فارسی کلمات رو نمیتونن پیدا کنن. خیلی بده. چرا؟ چون یه عده اینو کلاس میدونن که وسط حرفشون 6 تا چیز انگلیسی بگن. ریل استیت که اونجا بروکر ایجنت خرید فروش خونه هستم. تحصیلاتم کارشناسی ارشد تربیت بدنی است. آره در حالی که دانشجوی ادبیات مثلا میخواد داره فارسی رو پاس میاره. آره دیگه. از ناآگاهی میاد این قضیه. دانشجو ادبیات انگلیسی. ادبیات انگلیسی. که الان یکی از متناشو منی که الان انگلیسی راحت میتونم صحبت کنم یکی از متناشو رو بدونم مطمئنم از روش هم نمیتونم بخونم. آخه مثلا این بحث میگه قبل اینکه من تو مثلا به ادبیات انگلیسی علاقه داشته باشیم قبل اینکه زبان انگلیسی علاقه داشته باشیم یه ایرانی میگه قطعاً دیگه اون هویت ایرانی من یه چیز در مورد موضوع بگم. اتفاقا یادم ترم اول از استاد بی‌نظیر پرسیده بودم، نمیدونم شما یادتونه یا نه. دقیقاً همینو گفتم استاد مثلا جدیداً خیلی این موضوع هست. گفتم من خودم نمیدونم آیا باید مثلا اصلاح کنم نگم کلمات مثلا زبان‌های دیگر رو یا نه باید کنار بیام. که بعد رسیدیم به این موضوع که اتفاقی که تو گذشته ایرانیان نسبت به زبان عربی داشتن تفاخر، یعنی یه جور فخر فروشی می‌دونستن و مثلا علما اینا میومدن اثرهای خودشون رو حتما به عربی هم می‌نوشتن حالا با توجه به شرایطی و اینا و یه افتخاری بوده. الان این موضوع رو ما با انگلیسی داریم ولی اینم باید در نظر داشته باشیم که زبان نمیتونه خالص بشه. یعنی ما نمیتونیم مثلا زبانی رو بگیم که آقا این زبان فقط فارسیه هیچ خلاصه یه جایی میرسن ولی خب اینکه مثلا خودمون به قول درست سعی نکنیم به خاطر کلاس گذاشتن کارش کنیم وگرنه بله مثلا یه سری چیزا هست ما ممکنه معادلش رو اصلا نداشته باشیم. این سراغ چالشمون که زودتر سری ما یه چیپس تند خریدیم نمیدونم چقدر تنده گفتن که خیلی خوبه. خب جلدش که خیلی تند به نظر میرسن تندش کردن حتی به چاکر زدید واقعا چیپسات بده واقعا متاسفم سوپر چیپس مزمز خیلی طعم سنتی داره مزمز چیزه آره چیه پرسون مزه چیپس نه دلمزه خیلی بیرونه ولی بیرونش من حاضرم قیمتش رو خیلی دوست دلمزه خیلی سیاه سفته می‌تونی تو ماس با ماس داره عشق می‌کنی. نه من خالی نمی‌خوام فقط با ماس. نه خالی هم فقط چیتوس سرکه نمکی اصلا سرکه نمکی من داده ابدی باهاش من سرکه نمکی خیلی درک نکردم هیچ وقت آره و لیمو. نمی‌خوام چیپسی که می‌خورم ترش باشه. از زمانی که 1000 تومان بود دارم می‌خرم. اما نیست. بهت افتخار می‌کنم. یه تنه پایبندی نمی‌دن. آرایه جناس کجا کاربرد داره ماشین؟ نکن نمیتونیم حرفی بزنیم بهش اشکال نداره میتونیم الان مجاز نمیشه مجاز نمیشه دیگه درسته دیگه چیپ تو طول و جلو نفر بعدی همون میخواد درست فقط میخواد مجازات نباید بخوری که مجاز کن حالا خوشمزه اوکیه پاداش باشه به نظرم به جای مجازات میخوایم سوال خود که درست جواب بکنیم به نظرم به تربیه بده کلمه آزفنداک میدونی معنیش چیه؟ خارج از سوال میدونی این کلمه معنی رنگی این چیزا دیدیم میگه اگه هیچی نگین $100 رو بهت میدم بهتر که یه خوبی داره حالا که نمیدونی معنیش چیه من معنیش رو نمیگم واسه اینکه مجازات چی خیلی خوبه دیگه کلمه آزفنداک کجا کاربرد داره؟ روی میز میتونه روی میز کاربرد داشته به معنی رنگین کمان رو میز هم میتونه به وجود بیاد مثلا رنگین کمان چیزی رو میتونه به وجود اگه یه قطره آب رو میز باشه و نور درستی به بتابانی رنگین کمان میشه رنگین کمان روی یک میزی که مثلا رو شیشه است اتفاقا میتونه رو میز من میگم پرسیدی کلمه رو میدونم ولی من راهنمایی این رکب میزنم ادبیات نقطه داره؟ خب درست جواب دادی. چیپس بخور. واسخای نکن چیپس بخور.
اصخایم میکنم. آره کوچولو 2 تا چیپس بخور. خیلی کوچولو بود این چیپس. این چیپس خوبیه. این چیپس. من یه سوال دارم. سوال پرسه داشت. آرایه جان بخشی راجع به جان دادنه؟ 2000 years later. درست جواب دادی ولی چون فکر کردی مکس کردی باید چیپس بخوری. آقا همه قرار چیپس بخوریم. آره گفت نه دیگه جواب اشتباه داد. یه دور دیگه هم بچرخه یا بریم سراغ سوالا. چیکار کنیم؟ بخواید چیپس رو بزنیم وسط بخوریم همینجوری چون مجازاتی نبود. داره خوش. بریم سراغ سوالا. یه دور منم بده. داره حال میده. چیپس ها زمان رو بکنیم. سوالاشون نکاش ندارید یا میشه تا خدا از مشکل چیز بخوریم برنم سوالا من بچه برسن محمد پرسیده جوابشو گفتم بچه ها آیا ادبیات فقط درباره شعره؟ که خیلی درسته؟ این که مثلا بازه نیست. آره نه بعدا من تو کلیپ بیرانوند مسخره می‌کردم. الان خودم 2 تا جواب. علی پرسیده وقتی ادبیات فارسی میخونین میتونین به فارسی باستان صحبت کنین؟ یه سری کلمات رو مثلا خیلی کلمات محدود خیلی کم مثلا یاد میگیری ولی برای مکالمه استفاده می‌کنی. یعنی مکالمه خوشمزه بود. خیلی دیگه آمده. خوش گذشت. خیلی. این همه به چاکر گیر داریم خوشمزه بود. این همه به چاکر این شاکرزا جایی که توقع نداشتی هوایی خوشمزه نمیدونم قشنگ چیپس کچاپه ولی تو با یه تحتون انگار روش فلفل سیاه داره. از اون چیپسایی که یه دونه هست. چرا توی رشته ادبیات عربی هم یه کلمه زیاد داره؟ اتفاقا من ادبیات فارسی مگه نیست؟ چرا عربی داریم؟ این مشکل بزرگی گفتی یه البته به بچه‌ای که دارم میام من می‌خواستم همین بگم که عربی جدا نمیشه از ادبیات. آخه مگه میشه آدم میتونه آرام‌تر باشه؟ چطوری آرام باشه؟ و من اتفاقا خیلی به این نظرم واقعا اینقدر تخصصی ها یعنی مثلا ما صرف و نحو باید بخونیم بچهای ادبیات عرب مثلا من رفیق دارم ادبیات عرب اون اینجوری بود که بابا مثلا کتابی شما دارید میخونید ما هم همین کتابو داریم میخونیم و خیلی سخته آقا باشه مثلا ما قدیم ببخشید کم کم داریم میسوزیم قدیم اینجوری بوده که آره مثلا شاعر این شعر داشتن مثل اول فارسی بود مثلا گفت عربی ما باید اونو بفهمیم اوکی در این حد اوکی ما مثلا با یه چیز ساده و چیز خیلی تخصصی و من واقعا ما لب مرز رد می‌کنیم این عربی رو. من رد نکردم. من یعنی از نگران عربی هفته بعدم حس می‌کنم واقعا هفت‌خانه رستم باید رد کنم تا این عربی‌های ادبیات خیلی میدونم سخته و اینکه خیلی در هم آمیخته است با ادبیات. یه چیزی بگم من دوست عرب زبان دارم عراقی. بعد میگفتش که این عربی که تو داری می‌خونی ما خودمون مثلا نمی‌خونیم. بعد میگفت تو اگه اینو بخونی میتونی بیای عراق مثلا معلم بشی. آها ببین چه عربی میخونم. اینجا مورد داره. پس به نظرتون باید حذف بشه یعنی میتونه از ادبیات فارسی حذف بشه. اینکه داخل 4 5 6 خیلیه 6 تا عربی داریم؟ آره یه آقایی که اسم نداره نمیدونم که آقای خانومه میان ادبیات خطتون هم باهاش خوب میشه؟ نه هیچ تاثیر رو خطتون نداره؟ ولی استاد توصیه می‌کنه خطتون خوب برن. اگه خطتون خوب بشه خیلی خفن میشه نه؟ کسایی که تو ادبیات خطشون من خوبه. برم خطاطی. من خط انگلیسی بهتر شد. منم خط انگلیسی دوست دارم چسبان. ولی همچنان من نهم بودم گفتم من دیگه نباید عادی انگلیسی من فقط اسلام فقط خط چسبان یاد گرفتم و همشون جوری می‌نویسم و چقدر توی زندگی روزمره‌تون ادبیات به درتون خورد؟ خیلی گفتم یه من آره صحبت کردیم آدم 360 درجه تغییر روی روحیاتتون روی کاراکترتون تاثیر گذاشته بیشتر درسته؟ من خودم با این نیت اومده بودم ادبیات. چه جوابی بهم هیچ جواب نداد. یه لحظه همه جواب واضحه. آره. همون اروره. من اصلا قصد نداشتم بیام ادبیات خب ولی اومدم کامل علاقه‌مند شدم بهش. خیلی خوشحال شدم که این قسمت رو با هم رکورد کردیم. ممنونم که اومدین. خیلی برام مهم بود درباره فردوسی صحبت کردیم. ببندیم قسمت رو. میبینمتون بچه‌ها. فعلا.